چه قسم زن بگیری قرآن برات میگه الخبیثات للخبیثین، خبیثات برای خبیثون و الطیبات للطیبین. شخص طیب، شخصی که پاک است، شخصی که غیرت داره، شخصی که نور ایمان داره، گاهی با دختری نکاح نمیکنه که آلوده است، با دختری نکاح نمیکنه که خنده را با کسی دیگری کرده باشه. دختری که متدین است، پاک است، قریحه و طبیعیت پاک داره، نمیخواه بچه فاسق و فاجر و بدکاره، دنبال شخص طیب میگرده به خاطر که خانواده طیب شود. نهال پاک باید گذاشته شود که میوه پاک بده. فامیل بی غیرت دختر نده، فامیل بی عزت دختر نده. بالله قسم، الله اکبر. خواهر پیشم آمد اولاد خود توصیه کرده بود که با فلان فامیل قطع تعلقه بکنه، قطعا تعلقه قطع بکنه. من از پیشش سوال کردم که مادر یا اقارب هستن، چرا شما این اعلان سخت به اولادتان میکنه؟ گفت مولوی صاحب یک سخن در بین لطه برات میگم و خودی دادم هوشیار استی میفهمی. گفت نمیخوام خانواده خودم لوث بسازم. من درک کردم که زن با غیرت است، این زن شهامت داره، این نمیخواه اولادی از این مثل اولادی او خاندانی که کولایش لوچ است در بازار فخر میکنه ساجق میجوه. نمیخواه دخترش مثل دختری از او خاندان شوه، بچهش مثل بچه او خاندان شوه. ما گفتم بله، الله متعال به خاطر امی غیرت انشاءالله ایمان درست و عقیده درست نصیبت میکنه که غیرت داری. فامیلی را خبر دارم با عذر پیششان رفته. دختر به پدر و مادر خود گفته که پدر جان، مادر جان، مرا به یک شخص خیلی فقیری که حتی اتاقم نداشته باشه، اتاق نداشته باشه، در پارک خیمه زده باشه، اما با غیرت باشه، متدین باشه، مرا امر بکنه که روی تا برادرم نبینه. به مطور شخص بده. این خاندان میشناسم که حتی در وزارت ها پایایشان رسیده، ملک و مال و داراییشان حساب نمیشه، هر بچهش 2 و 3 موتر داره، تحصیلاتشان تا بیرونه، افرادشان هم تا بیرون است. به الله قسم اگر 1 ساعت خوش باشم که در این خانواده تیر کنم، 1 ساعت خوش باشم. من الحمدلله عزت دارم، برای من عزتم کافی است. صحابه اینطور نبودن، نه زندگی مرفه داشتن، نه موترهای لوکس داشتن، نه بیلدینگای خیلی چندین منزل داشتن و نه وزارت ها و ریاست ها داشتن. خب مردم با غیرت و با عفت و با حشمت بود، الله عزت برشان داده. اولین حق سیاست اولادت تعلیم دین است، تعلیم عقیده است. تو را به الله قسم گاهی در ذهنت گشت که سیاست و عقیده توحید یاد داره یا نه، شرک میشناسه یا نه؟ در ذهن ما گشته، در صددی ازی شدیم که والا سیاست رو باید توحید یاد داشته باشه، شرک بشناسه. معلومات داریم، تلاش کردیم، تحقیق کردیم. مسلمان هستم، بله مسلمان هستم، لیکن پیش الله متعال رفته نیستیم. سوال از پیش ما میشه، آخر زمان است، اعمال انسان یقین به الله بکو به مردم پیش میشه، یاد داشته باشیم. آخر زمان است، آنقدر از احتیاط کار بگیره که هیچ پرسان نکو، یقین به الله بکنه ایتو اعمال ما پس در روی مردم کشانده شوه که مردم برات بگه که یک سی تو نیست، این تو نیستی، در این مجلس حضوری تو نیست، این دختری تو نیست، این زنی تو نیست. خوش نشوه که
توی بچه خاله است و بچه همه است. بانکه اجازه بدم بیازو بندی زنا در خانه. خوشحالی به رفتن رقص و پایکوبی نمیشه. خوشحالی به تلاوت قرآن میشه. خوشحالی به عمل احکام الله میشه. خوشحالی به ای که با تو زندگی خیلی با انس و الفت و محبت داشته باشیم، حق و حقوق یکی دیگر را بشناسیم. زندگی به ای خوش میشه، به ای رفتنا خوش نمیشه. اینترنت ها را میبینی، اینترنت ها را میبینی، تویا را میبینی. او مردمایی که قطعی عراس خود در پیش مردم بغل میکنه شه، او لعنتی، او خبیث دیوز، دور از حاضر مجلس سبای کلپ تو مردم میبینه 20 سال بعد برات میگه ای کیسته؟ تو کی بودی؟ تو چی غیرت داشتی؟ فحاشی و عیاشی تا به مردم نشان میدادی که وال عزت ببره. ببینی حیا در کجا رفته، غیرت در کجا رفته. این طور مردمم پیش الله پیشوده نیست. الله متعال از پیشش سوال میکنه چه عزت داشتی تو؟ با کدام دین تو عقیده داشتی؟ کدام دین تو قبول کرده بودی؟ فرمان الله چی بود؟ الله سبحانه و تعالی برای چی گفته بود؟ كل ممزق رماني بأوصاف